چت جی پی تی به نظرتون میشه یک شبه توی فضای میم کوین ها پولدار شد؟ بله، میم کوین ها میتونن بعضی وقتها سودآور باشن، اما سرمایه گذاری در اونها با ریسک بالایی هم همراهه. قیمت این کوین ها ممکنه به سرعت افزایش پیدا کنه، اما همونطور هم میتونه به سرعت کاهش پیدا کنه. اگر قصد سرمایه گذاری داری، بهتره با احتیاط و با تحقیق کامل اقدام کنی. خیلی خوش اومدید به قسمت دوم آموزشی. این قسمت ادامه قسمت اوله، قرار راجع به اسنایپر، اینسایدر، دیولپر و دوباره یه سری نکات تکمیلی راجع به ساختار توکن های پامفانی بهتون بگم که خیلی خیلی مهمه. دوستان مجددا تاکید میکنم که اگر آموزش ها رو به ترتیب تماشا نکنید ممکنه متوجه منظور نشید، چون هر قسمت مربوط به قسمت قبلیشه. موفق باشید. حالا که من مثال قند رو بهتون زدم، این بار میخوام بیام رو تصویر و مثال این دیوار رو بهتون بزنم و اینا هر کدوم یک آجره، یک بلوکه که بلوک رو بلوک اومده و یه دیوار بر فرض مثال 2 متری ساخته شده. دقیقاً قند رو ما تعمیم بدیم به دیوار که گفتم قند روی قند میاد. حالا فکر کنید آجر روی آجر میاد. اولین آجر کیه؟ از اینجا هم سطح زمینه، سطح صفر. اولین آجر یا ولتی که میاد 2 تا قند میخره، $100 میخره، معینه. این میشه خود معین و دیولپر. بعد از اون مهدیار رفیقشه. دقت کنید، رفیقش. اول همه به دوروبریاشون میگن دیگه، اولین خریدارا باید دوروبریا باشه معمولا، یا کسایی که حالا دوستش دارن یا تو تیمشن. مهدیار میخره، خانم مرجان میخره، آقای محمد میخره، ایکس ایگرگ میره بالا میره بالا. همینطور داره مارکت کپ توکن هم میره بالا. اگر اینجا مارکت کپ 0 بود، با اولین خرید معین مارکت کپ با همون $100 مارکت کپ میاد $4000، چون مارکت کپ ربطی به پولی که داخل توکنه نداره ها. بعد مهدیار میخره $100 دیگه، مارکت کپ میشه $8000، $10000، $20000، $100000، $1,000,000 الی آخر. مارکت کپ اینجوری میره بالا، قیمت توکن افزایش پیدا میکنه. حالا توکن های پامفان گفتم دیگه، ببینید اینجا ساخته میشن، میرم بالا تا مارکت کپ $70000. مارکت کپ $70000 توکن ها کماکان در فضای پامفانن. استرخ نقدینگیشون توی پامفانه، استرخ پامفانه. بعد از $70000 استرخ توکن ها جابجا میشه، میره توی ریدیوم. ریدیوم چیه؟ ریدیوم بزرگترین استرخ نقدینگی شبکه سولاناست. یعنی توکن ها از 0 تا $70000 کماکان توی پامفانن. یعنی ما نمودارش رو توی دکس اسکرینر نمیبینیم. از $70000، یعنی اگر بتونن به $70000 برسن، از $70000 اصطلاحاً بهش میگن گریجویت میشن، فارغ میشن، میرن توی ریدیوم، میرن توی استرخ نقدینگی اصلی دکس ها و از $70000 تازه شما توی دکس اسکرینر میبینیدشون. خب یه مثال بخوام براتون بزنم که بهتر متوجه بشید، شما اینجا رو ببینید، میریم روی سراغ توکن پینات. خب که دیگه احتمالاً همتون یا شنیدید یا گرفتینش، یا حداقل اگر از گروه من باشید، من احتمال زیاد گرفته باشین توکن پیناتو، ولی خب در نهایت ممکنه راجبش شنیده باشید. مثلا توکن پیناتو من پیدا کنم بهتون نشون بدم. پینات اینقدر واچ لیستم شلوغ شد. پینات. بچه من یه گروه تلگرامی تخصصی دارم برای میم کوین ها، حتما عضوش بشین، به نام کارخانه پولسازی. لینکش هم توی بخش توضیحات میذارم، حتما عضو بشین، میبینمتون. ببینید چه رشد عجیب غریبی. ولی میخوام برگردم به اولش دیگه. ما میخوام الان از مارکت کپ $70000 داریم صحبت میکنیم. ابتداش اولین کندلی که ما داریم توی دکس اسکرینر تازه میبینیم. اینجا ببین چقدر من اینو زوم کردم. ببین اینجاش هم بزرگ کنیم. خب ببین اولین کندلی که داریم میبینیم کجاست؟ اینه دیگه، اینه. خب چقدر مارکت کپ؟ حالا یه بازه دیگه
از 30 تا داره، 70 تا داره. این از 70,000 تا تازه از پامفان اومده. یعنی این پایین که ما کندلاشو نداریم که از صفر کجاست، اینا تو این تیکه اینجا تو پامفان بوده که ما اطلاعاتشو نداریم، دکس اسکرینر اطلاعاتشو نداره. تازه از 70,000 تا میاد استرخش توی ریدیوم. ببینید اینجا بالا سمت راست زده ریدیوم. شاید شنیده باشید ریدیوم بزرگترین استرخ نقدینگی شبکه سولانا است. استرخ‌های دیگه هم داره شبکه سولانا، ولی ریدیوم اصلیشه. تمام توکن‌های پامفان مستقیم میرن توی ریدیوم. پس این اطلاعات اینجا رو نداره. این از کانسپت توکن های پامفانی. اگر دقت کرده باشید من توی گروه تلگرامی مثلا بچه‌ها توکن ارسال میکنن، میگن مثلا استاد بررسی کن نظر چیه. مثلا من خیلی وقتا میگم این توکن اسنایپرش زیاده خطرناکه، این توکن اینسایدرش زیاده خطرناکه، این توکن ولت های مشکوک. من به ولت ها خیلی دقت میکنم. چرا؟ شاید از خودتون الان چراش نهفته است در جمله الان من. شاید با خودتون بگید خب پس اگر توکن های پامفانی ساخته میشه پس دیگه کلاهبرداری توشون وجود نداره. چرا؟ ولی نوع کلاهبرداری و راک شدن توکن ها متفاوت است از نوع توکن های کلاسیک که اول بهتون گفتم. توکن های کلاسیک کلاهبرداریش اینجوریه که مالک توکن همه توکن ها رو داره و اختیارش رو داره و هر کاری میتونه بکنه. ولی توی توکن های پامفانی هر کاری نمیتونن بکنن، چون نه مالک توکنن، درسته توکن رو ساختن ولی مالک اسم توکن و کاور توکن بودن در همون حد، و نه اسمارت کانترکتی در دستشون دارن که بخوان از یک جایی تغییر بدن، یه تغییری در کانسپت توکن ایجاد کنن. شما اگر توی این وبسایت های آودیت ببینید، وبسایت آودیت چیه دوستان؟ وبسایت آودیت وبسایت هایی که شما اسمارت کانترکت هر توکن رو میرید بهش میدید، این وبسایت بررسی میکنه توکن رو، به شما میگه توکن سالمه یا نه. شما توکن های پامفانی رو توی هر وبسایت آودیتی که ببرین بهتون میگه سالم، در حالی که ممکنه راگ بشه، در حالی که ممکنه خالی بشه. حالا میخوام بهتون بگم که چه اتفاقی میفته توی توکن های پامفانی که از بین میرن، نابود میشن. این مثال دیوار رو ببینید، بلوک 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 بلوک، آجر آجر رو هم دیگه تا رسیده به دیوار 2 متری. یک دیوار رو اگر آجرهای بالاش خراب بشه این دیوار میریزه، یا آجرهای پایینش، آجرهای ردیف اولش. خب قطعا دیگه اگر از پایین دیوار خراب بشه از بالا میریزه. این اتفاقیه که در توکن های پامفانی میفته. خریدارهایی که روی قیمت های کمتر خریدن روی قیمت بالا میفروشن و کل توکن هایی که این بالا رو سر اینا اومده، کل ولت ها، کل قند ها، کل بلوک هایی که رو سر خریدارهای پایینی اومده، پولشون میره روی جیب کسایی که پایین خریدن. بر فرض مثال معین، این ولت معینه، اینجا $100 خریده. خب $100 خریده، بر فرض مثال 1 میلیون توکن خریده. تعداد توکن رو دارم میگم، مثلا 1 میلیون تعداد توکنه، $100. بعد اومده X Y $50 $100 $200 همینطور خرید رفته بالا، مارکت کپ توکن رسیده 1 میلیون دلار. الان دیگه معین $100 نداره، الان معین $10,000 پول داره. بر فرض مثال مهدیار که نفر دوم بود $200 خریده بود، الان نمیدونم $20,000 پول داره. و اگر اونجا شروع کنن $10,000 $20,000 توکن یک کندل با کندل قرمز میزنه میاد پایین. پس کلاهبرداری، اسکم، راک شدن در توکن های پامفانی فقط و فقط توسط خریدارانی که در قیمت های پایین خریدن اتفاق میفته. دقت کنید، جز این هیچ نوع دیگه راگ وجود نداره در این توکن ها. فقط آجرهای پایینن که میان توکن رو خراب میکنن. چرا؟ چون تو قیمت پایین توکن مفت خریدن، تعداد بالا توکن خریدن و اون بالا قیمت وقتی میره بالا، چون تعداد توکن زیادی دارن، وقتی میفروشن یک تأثیر قیمتی خیلی زیادی رو توکن میذاره. این از این. فقط خواستم کانسپت توکن های پامفانی وقتی داریم صحبت میکنیم ببینید چی جوریه و نوع کلاهبرداری به چه صورته. 3 تا اصطلاح داریم که بسیار بسیار مهمه: اینسایدر، اسنایپر و دیولپر.
دیولپر که خب تکلیف مشخصه، معین دیولپر، توسعه سازنده توکن میشه دیولپر، اولین خریدار میشه دیولپر، کسی که توکن رو ساخته، این دیولپر. اینسایدر حالا به معنای حالا معادل فارسی به نوعی میشه گفت کارمند، مثلا کارمند یه جای اینسایدر، ولی اینسایدر به معنای اینه که هم تیمی. یعنی ما وقتی داریم میگیم این توکن اینسایدر داره، یعنی افراد دیگه‌ای هستن که از تیم سازندن ولی ولت اول نیستن، ولت دومن، ولت سومن، ولت چهارمن، ولی در نهایت هم جز نفرات اولن، نفراتی هستن که روی مارکت کپ پایین میخرن. حالا بر فرض مثلا رو مارکت کپ $5000 میخرن، $10000 میخرن، به حال مارکت کپ $5000 $10000 $15000 برای یه توکنی که مارکت کپش الان رسیده $10 میلیون میشه، اینا میشه خریداران ابتدایی واسش. خب پس اینسایدر و دیولپر در واقع اینا ارتباط مستقیمی با هم دیگه دارن، توی یه تیمن، ولی ولت اول نیست، ولتای دوم سومه. از همه اینا مهمتر و خطرناکتر چیزیه به نام اسنایپر. اگر این بازی‌های کامپیوتری رو بازی کرده باشین، اسنایپر به معنی تک تیراندازه دیگه. اون کسی که مثلا گوش آقای ترامپ رو یه تیر زد، گوشش رو سوراخ کرد، اون اسنایپر، یه تک تیر میزنه. همین اتفاق توی توکن‌ها میفته. قبل از اینکه راجع به اسنایپر صحبت کنیم، من بهتون گفتم بچه‌ها توکن‌های پامفان تا $70000 میرن، بعدش استرخ نقدینگیشون گریجویت میشه و منتقل میشه به استرخ نقدینگی ریدیوم و از ریدیوم یک ورق جدیدی تو زندگیشون رقم میفته و ادامه. ما تو هر مرحله اصطلاحاً میگیم توکن‌ها تو 3 مرحله رشد میکنن، تو 3 مرحله فارغ میشن. مرحله اول پامفانه، از مارکت کپ 0 تا $70000. مرحله دوم ریدیوم، از تازه میاد تو ریدیوم از $70000 برو بالا $1 میلیون، $2 میلیون، $10 میلیون، $100 میلیون میره بالا. مرحله سوم لیست شدنشونه در صرافی‌های متمرکز مثل بایننس یا حالا ایکس و ایگرگ و باز اونجا یه رشد دیگه داره. پس هر توکن در 3 مرحله رشد میکنه، در 3 مرحله فارغ میشه و در تمام این 3 مرحله پامفان، ریدیوم و صرافی‌ها، در تمام این 3 مرحله در ابتدای مسیر توسط ربات‌ها اسنایپ میشه. خریدهای کوچیکی انجام میشه. همون اول توی اسنایپر رو من الان توی تصویر میخوام بهتون نشون بدم، اینه کوچیک‌تر باریک‌تر هم از این بلوک‌ها کشیدن، چون در نهایت یک بلوک دیگه، یه قنده، ولی باریک‌تره. چرا؟ چون مبلغ کم میخره، $1 میخره، حداقل تو پامفان مبلغ کمه. باز میره مثلا تو ریدیوم، چون مارکت کپ توکن رفته بالاتر، $100 میخره. یا برفرض مثلا مرحله سوم که توی صرافی‌ها قراره اسنایپ بشه، ممکنه $1000 بخره، ولی توی ریدیوم معمولا، توی پامفان معمولا اصلا $1000 اینا اصلا نمیخره. $1 50 سنت 10 سنت این اعداد و ارقام اسنایپ میشه. اسنایپ‌ها یه سری ربات‌ها، یه سری ربات‌هایی که برنامه‌نویسی شدن که آقا هر توکنی ساخته شد در پامفان، دیولپرش اولین خریدو زد، پشتبندش خرید بزن. اصلا شما یه توکن رو چه بخوای چه نخوای اسنایپ میشه. اسنایپرها میزن، اصلا دست تو نیست، تو اصلا نمیدونی اسنایپر کیه. تو وقتی میگم تو، منظور سازنده توکنه، منظور معینه. مثلا اینجا معین که توکن رو ساخته، بقیه رو میدونه، اینسایدر رفیقاش اینا رو میشناسه، ولی اینو نمیشناسه. یه ولتی میاد $2 ازش میخره، $1 ازش میخره، اما دوباره خطرناکه. چرا؟ چون اگر این $1 اینجا خریده، مارکت کپ توکن بشه $10 میلیون، این دوباره $10,000 داره. $10,000 که تقریبا تو همون لول دیولپر خریده، حتی قبل اینسایدرها خریده. بچه‌ها سوالی که خیلی پرسیده میشه این که میم کوین ها رو از کدوم صرافی بخریم و بفروشیم. من از صرافی بول ایکس استفاده میکنم. آموزشش هم قبلا درست کردم، داخل کانال گذاشتم، حالا یا اینجا یا اینجا یا اینجا، یه جایی میذارم توی توضیحات و دیسکریپشن هم لینک ویدیو آموزشی رو براتون میذارم. حتما تماشا کنید که یکی از بهترین پلتفرم های دکس یا صرافی غیر متمرکز برای خرید و فروش میم کوین هاست. یعنی نه تنها برای افرادی که قرار بعداً بخرن توکن و خطرناکه، برای خود سازنده توکن هم نگرانی میاره. فکر کن این حالا یه سری توکن رو میسازن، هدفشون کلاهبرداریه، اصلا توکن بالا نمی، تو همون پامفان تو قبل $70,000 مثلا توکن تا $40,000 میسه خالیش میکنن. خب کاری نداریم، ولی یه سری میخوان توکن رو هزینه کنن.
میخوان توکن مارکتینگ کنن، با اینفلوئنسرها تبلیغات برن، نمیدونم توی صرافی‌ها لیستش کنن، اینا همش هزینه است. بر فرض مثال معین به کامیونیتی خودشون معرفی کنن، مثلا معین که توکن رو ساخته مثلا میخواد $30,000 هزینه توکن کنه، توکن رو ببره بالا، مارکت کپ های بالا، صرافی‌های معتبر، این هزینه است. ولی یهو میبینه یک اسنایپر، حالا مثلا میگم یکی، یهو میبینی توکن 10 تا اسنایپ شد. خب من حالا یکی رو مثال زدم، حتما یکی نیست، 100 تا ممکن اسنایپ بشه، معلوم نمیکنه، ولی اسنایپ میشی. یهو میبینی معینی که میخواد خودش به هر حال میدونه دیگه میخواد برای توکنش هزینه کنه، یهو اسنایپ میشه و این باعث میشه معین نگران بشه. چرا؟ چون این اسنایپ برای معین خطرناک نیست، برای بالاسریاش خطرناکه. یادتون باشه بچه ها، توکن پانفان خرید، شما وقتی میخوای اینجا بخری کیف پولهای پایین برای شما خطرناکن، نه بالاسریاتون. اینا این که باعث میشه توکن راک شه. پس اگر اینجا اسنایپ شد برای معین در نهایت خطرناک نیست، ولی معین کامیونیتی داره، میخواد توکن رو به کامیونیتیش معرفی کنه، اعتبار داره، آبرو داره، میخواد هزینه کنه. بر فرض مثال $30,000 میخواد هزینه کنه توکن رو ببره بالا. اگر این اسنایپر پیاده نشه از توکن، اگر نفروشه میره بالاتر میفروشه، باعث میشه توکن معین اسکم بشه، به نوعی توکن معین یک کندل قرمز توش بیفته، بقیه نخرنش، معین بشه کلاهبردار، با اینکه معین این کارو نکرده. معین همون ابتدا نباید توکن رو ادامه میداد.